بالاخره بعد این همه سال اونی که باید گرفتیم، یه شاهکار مطلق. اما چطور؟ چی شد اصلا؟ آقا سب کن آقا اول بیا یکم آشنا بشیم، اصلا ببینیم میخوای ویدیو کیو ببینی. آقا من ایلیام و اینجا هم کانالم. یکم زایه است اسم کانالم، باز اسم خودمه، ولی خب برو اونور داری زیادی زرزر میکنی. سلام، من دوم هستم. متاسفانه یکی از ورژنای این. آخه من نمیفهمم این چیش به من میخوره. آخه من خوش باش، خوش. مال دنیاست. هرس نکن. بیا این نه یعنی بریم ویدیو رو شروع کنیم. بیا از اول شروع کنیم، از توبی شروع کنیم تا برسیم اندرو، بعد تامی که چیزو لباسای پارچه‌ای و برجسته تبدیل شدن به لباسای رباتی و نازک. حالا بذار 3 تا چیز بهت میگم که این لباس جدید همشونو داره و همین تبدیلش کرده به یه شاهکار که 20 سال طول کشید. سینمای مطلق. البته همش هم در لباس نمیخوایم صحبت کنیم. به نظر من بریم عقب ببینیم چی شد، کجا شروع شد. نه منظورم عقب‌تر. خیلی رفت عقب، برو جلوتر. آها اینیه که میخواستم، یه افسانه تکرار نشده. بزن بریم از همون اول شروع کنیم. اولین فیلم اسپایدرمن که بازیگرشم حاج آقا توبی مگوایر بود. این بشر فوق‌العاده بود پسر، و فیلمش که فوق‌العاده تر. و یه چیز خفنی که داره اینه که تو فیلم بهت نشون میده روند ساخت لباسشو، و من عاشق اینم تو فیلم‌های مرد عنکبوتی و دوست دارم تو همه فیلم‌ها باشه. که تو فیلم توبی بود، تو اندرو هم بود، تو تام هم بود، ولی خیلی کمتر. بیشتر حس مرد آهنی میداد. میدونی چی میگم؟ ولی حالا بذار بریم سراغ لباس توبی که اولین لباسش واقعا عالیه. یعنی اون حس واقعی بودن رو بهت میده. الان هم خودت پاشی میتونی لباسش رو درست کنی، ولی اینو میخواستن به عنوان خام بودنش نشون بدن. و وقتی تبدیل به اون قهرمان مسئولیت پذیر شد، با لباس برجسته تر شد. نماد برجسته تری رو بهت نشون میده که سر همین چشمای بزرگتر، نماد برجسته تر و تارای برجسته تر. ای گی! منظورم برجسته همتون چیزی نبود، ولی خب کلا میخواستم بگم که این لباس از نظر واقعی بودن فوق‌العاده است. حس واقعی بودن رو بهت میده و لباس تام اینو داره. پس یه تیک برای لباس تام. و میرسیم به سال 2014. این لباس یه شاهکاره. من هر وقت این لباس رو میبینم یاد یه روز خوب جلوی کولر با یه چیپس و نوشابه میفتم. اصلا ببین عشق. پاشو سرباز پاشو، وقت خواب نیست. اسرائیل دوباره حمله کرده. بودو میدونم اون روزا دیگه هیچ وقت بر نمیگرده، ولی خب برو بیرون. عنکبوت شگفت انگیز 2 واقعا ترکوند. خب الان میگی چرا؟ داستان خفنی داشت؟ نه واقعا. به خاطر اندرو برگشته بودن؟ من که به خاطرش برگشتم. ولی نه واقعا دلیلش این نبود. دلیلش بهتر از اینا بود. اون لباس لعنتی خوشگل، اون لباس واقعا نشسته بود رو تنش. دقیقا منو یاد لباس تام میندازه که الان واقعا روش نشسته. عجب گرفتاری شدیم. خیلی اسیر منه، خیلی دوستم داره. میدونم نه اینطورا نیست. چرا اینجوری است بابا؟ خیلی دوستم داره. حالا برو نوبت منه، خودم جمعش میکنم. آقا اول از همه این 2 نفر 2 تا شباهت داشتن. از فرم اصلی اومدن بیرون. اما سایه اندرو خب طبیعتا لباسش خیلی جدی تر شده، خیلی هم نزدیک کمیک نیست. مثلا چطور؟ مثلا از کفش استفاده میکردن و از این داستانا. حالا خود کارگردان اینو میخواسته. کارگردان میخواسته اینو بگه که مثلا اینو نشون بده که اگه یه نوجوان فرضاً همچین اتفاقی واسش بیفته، خب چیکار میکنه؟ چجوری لباس خودش میسازه؟ خب طبیعتا وسایل کنار و اطرافش کمک میگیره. مثلا اندرو مثل عینکش، واسه تارزنش، از ساعتش، نه مثل تام. ولی خب آره طبیعتا و همینه که کارگردان میگه We had to believe that Peter Parker actually constructed the suit himself. So things like sunglasses, lenses, and shoes and elements like that. Well, I was thinking, how would a kid make a suit? Well, he'd probably take tennis shoes and cut the bottoms of them and use that as the pads of the shoes. I mean, if he's making his own suit, who wouldn't? دقیقاً
همجا وای میستیم چون مشکل اصلی همینه. خواستن خیلی لباس واقعی باشه، از همه چی استفاده کردن، رنگای به شدت تیره و میدونی چشم به شدت نازک. البته من عاشق اون چشمم، ولی خب این واقعی بودنه دل طرفدارا رو قطعا میزنه و اینا سعی کردن از این لباس واقعی برن یه لباس خوب و خوشگل و میدونی فیت بسازن. چشمای بزرگ خوب، تارای برجسته و تارزن زیبا و مخصوصا رنگ لباس. ای کور شدم. و بالاخره رسیدیم به این موجود مزخرف، بدترین اسوای من. آقا این همش میخواد الکی به این بنده خدا ایت بده. خودم میام واسهتون تعریفش میکنم. آقا اصلا اول داستان چی شد؟ مردانی به این لباس داد و همین خیلی همه رو در آورد. میدونی من خودم هم دوست ندارم و این روش ماروله. و مارول سی جی آی نه لباس داداش. و آره، و این لباسی که بخواد بسازه 20 سال طول کشید. 20 سال. ولی خب الان کیه که ناراضی باشه؟ من که صدایی نمیشم و به اندازه همین دوتا لباس فوق‌العاده است. یه شاهکار. من چیز بهش نگفتم و خودش گفت. رسیدیم به کسی که از اشتباهاش درس یاد میگیره. اما درباره لباس چطور؟ خب منم میخوایم بریم ببینیم مثلا چی شده این لباس خوشگل الان این شکلی شده و چرا انقدر طول کشیده. خب همش برمیگرده به داستان. آقا بذار برگردیم 2017. این فوق العاده است. نگاش کنین، به چشماش نگاه کنین. این بهترین روز زندگیمه. باشه بیا. دارم کاپیتان آمریکا مرد آهنی بیوه سیاه میبینم. اون یارو جدیده کیه؟ روز منو صدا میکنه بعد برم. سلام به همگی. الان عجیب ترین اتفاق افتاد. با کاپیتان آمریکا جنگیدم، سفرش رو دزدیدم و پرتش کردم سمت. ای خدا چرا اینقدر بزرگ شد؟ برو بیرون. آقا یکم پیش گفتم اندرو تام یه چیز متشابه دارن، اینکه تغییرات وارد کردن. مثلا واسه تام ولی بک استوریشه. نه عمو بنی داریم، نه عنکبوتی داریم، اما یه جوون رضا اونجا رو آروم باش. آره داشتم میگفتم کلا این تغییرات نه اینکه خیلی بد باشه، ولی حالا به دل نشست، ولی نه به اندازه تام و اندرو. آره خب حالا بریم سراغ لباسای خوشگل. آقا اندرو که خودش من بهتون گفتم گرفت و وسایل دور اطرافش لباسش رو ساخت. واسه توبی هم خب گرفت طرح کرد و اونم خب لباسش رو ساخت، ولی تام گرفت و این چیز مسخره ادامه پیدا کرد که بهش لباس میدن خودش نمیسازه. خب آره خب بقیه پیترها خب هیچ پشت و پناهی نداشتن و هیچ کسی نداشت، ولی تام همیشه مردانی مثل یه پدر داشت و همیشه پشت و پناهش بود و خوشبختانه توی اونجرزا کمتر شد و همه چی تغییر کرد. آیا همتون خوشحال هستید؟ همتون عشق دنیا رو میکنید؟ ایران به گاه رفت و بیشتر هم به گاه خواهد رفت. همتون خوشحال هستیم؟ دوست داریم. پیتر. بله؟ ببخشید منظور تو یا پیتر خب اسم هممون پیتر پارکر. هممون پیتر پارکریم دیگه. و لحاظ داستانی ما این دو نفر مدیونیم که الان میتونیم این لباس خفن رو داشته باشیم. میدونی که دارم چی میگم؟ و این تبدیلش میکنه به بهترین مرد عنکبوتی. ببین ما تو این سه تا فیلم به جای که عمو بن بیاد تو یه فیلم این حرفا رو بزنه، ما تو سه تا فیلم درباره مسئولیت یه قدرت زیاد متوجه شدیم. ما تو سه تا فیلم اصلی نبودیم، ما توی بک استوری بودیم. میشه لطفا نگاه کنی؟ و الان تازه داستان شروع شده توی یه روز جدید. ویدیو تمام شد. ویدیو رو تمام کردم. جدی یکی از سخت‌ترین 9 دقیقه‌های زندگی بودش. ولی حالا تو ساب و لایک کن. چیکار میکنی؟ بکن دیگه به خاطر من. ولی اگه جدی خوشت اومد ساب کن، لایک کن، نظرتو بگو، کامنت بذار، شیرش بکن، به همه بگو ساب کنن. انجامش بده همین الان. هنو اینجایی؟ تموم شد. خاموش کن.
برو دیگه.